خداوند جل و علا ما و شما رو بسیار دوست می‌دارد و می‌خواهد که با این سبب و اون سبب، با این مناسبت و آن مناسبت ما و شما رو بیامرزد. در حدیث آمده است اگر انسان به بهترین شکل نظافت و پاکی کند و با دل پاک و پر از محبت به مسجد به خانه خداوند جل و علا در روز جمعه بیاید قدم زنان، برای هر یک قدم او برادران عزیزم 1 سال اجر و پاداش نوشته میشه. فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي. در این روز جمعه 1 ساعت و لحظه های اجابت دعا است. اگر انسان آن را دریابد و دعا کند و در نماز باشد، هر چیزی که از خداوند جل و علا طلب کند اگر به نیکی او باشد، خداوند جل و علا دعایش را اجابت میکند. چنانه که شب قدر در 10 روز اخیری ماه مبارک رمضان نامعلوم است که کدام شب‌ها است، بعضی ها 27 بعضی ها 26 یا بعضی 29 میگویند. برای چی؟ این حکمتش هم در آن است که ما همین فرصت ها رو غنیمت بشماریم و همه آن را خوب استفاده کنیم. و در این روز هم حالت اجابت دعا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه و اشار بیده یقللها، با دستش اشاره کردن که این لحظه اجابت دعا خیلی کوتاه است. بعضی مفسرین میگن، محدثین میگن که بین 2 خطبه است، وقتی امام میشینه در این حالت کوتاه دعا کنه. و دیگری از علما میگن که این بعد از نماز عصر تا شام است. برای چی نامعلوم است در کدام حالت است؟ به خاطر که ما همین روز همه‌اش با عبادت و خیرخواهی و نکوکاری سپری کنیم.